درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم همراهتان و در برنامه امروز جمعه 2 اکتبر این موضوع ها را داریم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و همسرش میلانیا ترامپ با کرونا ویروس گرفتار شدند. ساکنان جماعت بازاربای برونوی شهر وحدت میگویند راه فرزندانشان به مکتب دور و خطرناک است. با دریاب میگذرند، با برف، با ماشینای راه میبیایند. حاضر با بسیار تشویش شدستیم، دخترکا گم شدستیم. پاندemia تئاترها را از تماشابین محروم کرد. تئاتر کانی بادام در تاجیکستان نمایشنامه‌های آنلاینی را به راه ماند. ما هم همه چیز را تماشا کردیم و گفتیم که ما از آنها چه کمی داریم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که کرونا ویروس نو به او و همسرش سرایت کرده است. در حالی که تا انتخابات پرزیدنت آمریکا تقریبا 1 ماه دیگر مانده است، آقای ترامپ به کرانتین می رود. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 6 نوامبر برگزار می شود. دونالد ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی توییتر نوشته بود که در پی مثبت اعلان شدن نتیجه آزمایش یاورش هوپ هیکس، او و همسرش میلانیا ترامپ منتظر نتیجه آزمایش خود هستند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام خود تاکید کرده بود که او و همسرش مرحله کرانتین را آغاز می‌کنند. حالا دونالد ترامپ در پیام دیگر در توییتر خبر داده است که آزمایش کووید 19 خود او و همسرش میلانیا نیز مثبت بوده است. او در توییتر نوشته است که با همراه همسرش کرانتین را فوراً آغاز می‌کنند و با هم به این بیماری غالب خواهند شد. در تاجیکستان هم چند از سیاستمداران از جمله محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان و یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان از بیماری التهاب شش گرفتار شده بودند که معمولا در نتیجه سرایت یافتن به کرونا ویروس نو رو میزند. گویند به دلیل دور و خطرناک بودن راه مکتب پس از ختم صنف 9 نمیگذارند که دخترانشان تحصیل کنند. سال قبل رادیو آزادی درباره راه دور و پرخطر خوانندگان این دهه به مکتب گزارش داده بود. مقامات وعده داده بودند که برای خوانندگان این موضع مکتب میسازند. با گذشت 1 سال همکارم امرالدین علیموف به این موضع رفت تا ببیند تا کجا مشکل خوانندگان و والدان آسان شده است. دادن یک از زمین و آوردن خاک و سنگ ساکنان 4 دهه به مکتب در شهر وحدت را به ساختمان مکتب امیدوار کرد. شادی خوانندگان هم که برای رسیدن به مکتب راهی دراز و پرخطر را طی می‌کنند حد و کنار نداشت. اما مکتب بنیاد نشد و خواننده ها تا حال با همان راهی پرخطر به مکتب می روند. همه سال باید نمی تحصیل ده مکتب به اتمام می رساندن کودکان می در آمدن می خوندن. بگیم عذاب کودکان کمتر میشید که هیچ نیست. 1 سال پیش رادیوی آزادی از سرنوشت مکتب بچه های 14 در جماعت بزرگوار برونوف شهر وحدت گزارش آماده کرد. با دلیل نبود مکتب قسم با طی کردن 4-5 کیلومتر به ناحیه فیض‌آباد می روند و قسم دیگر پل لرزان را گذشته به مکتب می رفتند. خواننده ها می گفتند در راه به مکتب چندین نفر به آب افتاده و بارها مورد حمله سگ ها قرار گرفتند. ترسیم وقتی این می لرزد ما می ترسیم همه با قفا می گذارند. وقتی اینجا 151 تا طلبه دارد همه میگذرد دختری کلام 1 تا غلطیدگی بود در این آب 1 تا در پایانتر غلطیدگی بود. این حرفای خواننده ها رحمی بسیاری ها را آورد و چند صاحبکار برای کمک به ساکنان دهاتی به مکتب اظهار آمادگی کردند. این مکتب آمدن زمینش جدا کردن صاحبکارش آمد همه سنگش آور ریخت لیکن به کدام سبب باشد صاحبکار دیگه اتکاس کرد برو اومد دیگه نکرد. باز صاحبکار دیگه یافتیم آوردیم صاحبکار اومد گفت که آدماتون بگیریم ما تا همش گرفتیم آدم گرفتیم همینجا گفتیم با چند کسی دیگه با یاردم میکنه. این صاحبکارش هم بس کرد دیگه نیومد. رفتیم پیشش میگه مدیر معارف کنه. مدیر معارف شهر وحدت گفت تصمیم ساختمان مکتب لغو نشده است ولی به دلیل پنهان شدن پاندemia به تأخیر افتاد. با گفته او بنیاد مکتب برای خوانندگان جماعت بزرگوار برونوف را صاحبکار محلی به عهده گرفت. یگانه تغییراتی که در این 1 سال و در پی گزارش رادیوی آزادی به عمل آمد بنیاد یک پل موقتی در مسافه نسبتا نزدیکتر است که یک صاحبکار ساخته است. اکنون کودکان مثل قبل برای رسیدن به مکتب از داخل دریا نمیگذرند ولی به گفته آنها کوپروک هم چندان به خطر نیست. اینجا تخته شکسته اینه اجاره نی
شکست خوش رو بگذاری جرا خوش رو بگذار نغلط جرا خوش رو بگذار. برخی از والدان میگویند به دلیل دوری راه مکتب آنها مجبور شدند دختران را از مکتب بگیرند. کدومون بدری آب میگذارن با برف با ماشینای راه میبیاین حوزی با بسیار تشویش دستیم دخترکا گم شدستیان. مقامات میگوید مکتب تا سال آینده ساخته می شود. ساکنان و خوانندگان را از حال و فکری دوری راه مکتب در فصل زمستان اذیت می‌دهد. میگویند مجبور امسال هم کودکان را با راه‌های خطرناک به مکتب فرستادند و خدا میگویند که سالم و بدون یگان فلاکت به خانه برگردند. خیرنیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در یک مصاحبه با رجب میرزا خبرنگار تاجیک تعریف کرد که نامزد امامعلی رحمان نامزد آنها شایسته مقام رئیس جمهور است چون خدمت زیاده به مردم کرده است. او به این سوال که چرا به جوانان در تاجیکستان راه نمی‌گشایند چنین جواب داد: اگر به تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تا سال 2020 سروری همین کشور را به عهده داشت در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو ازلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در سن و سال سرور دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیز ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است و فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشند. مصاحبه کامل با خیرنیسا یوسفی را در وبسایت رادیو آزادی و هم کانال آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. با ادامه جنگ ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی تعداد زیادتری مردم عادی آسیب می‌بینند و به خانه و در می‌شوند. ارمنستان امروز گفت که آماده است برای قطع جنگ سر میز مذاکرات بنشیند. در مناقشه‌هایی که از روز 27 سپتامبر شروع شد تاکنون بیشتر از 100 نفر کشته شدند، از جمله مردم آسایشته. گزارشی همکارم کیومرث عطا در همین باره است. مرگاور نیروهای مسلح ارمنستان و آذربایجان به همدیگر، مردم عادی دو طرف در میان آتش جنگ ماندند. در این حمله ها روستاها در قره‌باغ کوهی و اطراف آن ویران و ولنگار شدند. جنگ بین دو کشور روز 27 سپتامبر آغاز شد. شام 29 سپتامبر ساعت‌های 7 بود که بمباران از طرف ارمنستان آغاز شد و به این جا هم زد. به جایهای زیادی دهه آسیب رسید، خانه‌ها ویران شد، یک نفر زخم برداشت. دو کشور سال 1992 با هم جنگیدند و بعد آنکه جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان قره‌باغ کوهی را مستقل اعلان کردند. آذربایجان از مرگ 10 غیر نظامی تا روز 30 سپتامبر گزارش داد. هیچ چیزی درباره تلفات در بین سربازان نگفت. تا کجا درست بودن گفته‌های باکو معلوم نیست. از بس که آذربایجان و ارمنستان وضع فوق‌العاده اعلان کردند، رادیوی آزادی امکان حرکت آزاد و انعکاس حادثه ها را در هیچ یک ندارد. در این ویدیوی بخش ارمنی رادیوی آزادی از روز 28 سپتامبر دهه مرتونی را می‌بینید. سفری خبرنگاران به اینجا را مقامات تشکیل کردند. الکساندر ملکومیان میگوید که خوشدامنش در نتیجه بمب‌اندازی کشته شد.
همسرش زخم برداشته کودک همسایه جان داده است. من میخواستم به خوکها خوراک دهم که زنم گفت تیراندازی است. فکر کردم تیراندازی هایی است که تقریبا هر روز میشنویم، ولی ناگهان صدای ترکش شد. از اینجا می اومد. وقتی به این طرف دویدم آدمان اینجا افتاده بودند. حکومت ارمنستان این ویدیو را روز 30 سپتامبر نشر کرد. پناهگاه از بمباندازی در قره‌باغ کوهی را نشان می‌دهد. ارمنستان میگوید تا روز 30 سپتامبر 8 غیر نظامی کشته شدند. پیش از این از هلاکت 84 سرباز گزارش دادند. تصدیق درستی خبر از منابع مستقل امکان ناپذیر است. ده ها نفر از هر دو طرف مجروح شدند. در تاجیکستان موسم نوی تئاتری آغاز شد. مأموریت تئاترها بنابر خوف سرایت کرونا ویروس نو تماشابینان را با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای نمایشنامه‌ها دعوت کردند. تئاتر همگی اطراف 200 نفر است، ولی صحنه مذکور را در مدت کمتر از یک هفته قریب 2000 نفر تماشا کردند. ما می‌دونیم که در قزاقستان، در قرغیزستان خیلی آنلاین پخش‌های مستقیم بسیار می‌شود، در تئاترها، در تلویزیون‌ها، حتی در ازبکستان. ما هم همین چیز را تماشا کردیم و گفتیم که ما از آنها چی کمی داریم. حیفا چرا نفهمیدم موندم منی گره بینگر چقدر بود از دنیای ما قشنگ اصلا نمیدی هم حیاتی خش را برباز آخر برای شاد بودنم سبب زیاد. درآمد اصلی نمایش‌های تئاتری از حساب فروش چیپته‌ها و سفرهای هنری است، اما چون در این شکل تقدیم فایده از تماشاچیان به دست نمی‌آورند، اینستیتوت جمعیت کشاد بنیاد مدد در تاجیکستان به هنرمندان جوان کمک مالی کرده است و برای فراتر رفتن یک تئاتر مضافاتی با راه الکترونی مساعدت نموده است. حالا هنرمندان علاقه نمایش دویمی آنلاینی خود را با نام کارلسلان از روی اثر نویسنده اروپایی آماده کرده ایستادند و با وجود دریافت اجازه نمایش سپکتاکل در تالار با حضور بیننده میخواهند اول طریق پخش مستقیم این صحنه را در یوتیوب کانال خود منظور هواداران نمایند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر کانی بادام. بیننده ارجمند، اینجا وقت جدا شده برای برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوب داشته باشید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدارتان.